دنیا چقدر الان پیرم، چقدر جوانی بود فکر می کردم هرگز نمیمیرم. سپی چقدر و خولات کردن آقا سلام. سلام مخلصم. وقت شما بخیر باشه. شاد باشی، حالتون سلامت. خوبه؟ انشالله که خوش باشی. خوب قربون هستی؟ شما. میشه خودتون رو معرفی کنی؟ والا من سید مرتضی میرکاظمی هستم، شاعر ایرانگرد هستم. فعلا مهمان سنندگی های عزیز هستم که یک هفته از این طبیعت آبیدر داریم لذت میبریم. خیلی هم خوش اومدی. خدا بهتون سلامتی بده. اهل کجایی؟ والا بچه رشت هستم. رشت. رشت به دنیا اومدم، پدرم رشتیه، مادرم رشتیه و چند سالتونه؟ من 28 بهمن 1339 به دنیا اومدم. والا 64 65 رو دارم طی میکنم. خدا بهتون سلامت. عالی. انشالله شاد باشید. مشغول کار بودی؟ والا دیگه تو طبیعت کارگاه منه. یه سری کارا رو با دست انجام میدم، با سنباده بالای کوته دره میشینم ساعتهایی رو، به این طریق خودم رو مشغول میکنم تا جیبم در بیاد. دستتون درد نکنه. خدا بهتون سلامتی بده. شاد باش. آنچه در جلوی چشمان من قرار گرفته بوته سبز است، ریشه در جان زمین افکنده، سر بر آسمان. زراز خلقتش گویند هزاران وقت، وابسته زمین آکنده در. چشم در چشم من دوخته می نگرد مرا، هنگامی که کودکی دست آویخت در گردنم. پیچید و پیچید، تاباند و تاباند، نفس برد از سینه قفس. صدا پیچید در فضا، آیا گوشهای من است که فقط میشنود، یا آیا شما هم میشنوید او را؟ که صداها پیچیدند در فضا، صداهای سرد، صداهای درد، تا بیدار شویم، آگاه شویم در راز خلقت گیاه. همه بنگریم از مردنش همه وقت غمناک. سید جان، اگه میشه راجع به شاعران سیاه توی دوره‌های تاریخی و شاعرایی که مثل شما بودن و سبک زندگیتون اگه میشه برای اینا حرف بزنید. من مثل اونا بودم. بله. من مثل اونا هستم. ما در تاریخ ادبیات فارس، خب من فارس هستم، رشتی هستم، ولی خب میریم به فارس و اونجا عرضم به حضور شما در ادبیات فارس ما آقای رودکی رو داریم، پدر شعر ایران اسمش رو گذاشتن، به این طریق زندگی کرده. قبلش سهروردی رو داریم، آثارش زیاد باقی نمونده دیگه. آقای فردوسی، آقای خیام، آقای سعدی، حضرت حافظ رو داریم که اینا همه به همین طریق زندگی کردند و از خودشون آثاری باقی گذاشتن که تو این دور زمانه ما داریم راه این حضرات رو طی می‌کنیم. خوشبختانه مردم با ما هستن. اقوام ایرانی علاقه شدید به این کار نشون میدن. خداوند با ماه. بعد خب شما شاعران سیاه شهر به شهر میگشتن. همشون به اینا میگن شاعران کوله بر دوش، طبیعتگر. در ادبیات به اینا میگن سیاه، سیاحت کننده و نویسنده. اینا اصولا درویش هستن، از دنیا و مسائل دنیوی میگذرن، چندین تخصص در زندگی یاد میگیرن که پزشکی اولیشه حتما باید بلد باشن که بتونن خودشون نجات بدن، به خاطر اینکه تنها زندگی میکنن و چون تو طبیعت هستن. و اون دوران علل خصوص حکیم ابوالقاسم فردوس
حکیم عمر خیاط. اینا همه پزشکی رو یاد میگرفتن، داروهای گیاهی رو، که اگه زمانی مریض میشدن دیگه به دکتر و بیمارستان و این چیزا احتیاجی نبود. اینو یاد میگرفتن، کوله رو بر میداشتن، اون موقع میگفتن بقچه، یه پارچه بزرگ میذاشتن وسط اتاق، هرچی که احتیاجشون بود میذاشتن داخل این پارچه، دو طرف رو گره میزدن، این ورم گره میزدن، اصطلاحا میگن بقچه. یه چوب سرکج میذاشتن زیر این بقچه، میذاشتن رو دوششونو، الهی به امید شما، که به اینا میگن شاعران کوله بردوش طبیعتگر. روز تو جاده ها و تو شهرها سپری میکنن، شب هم تو طبیعت استراحت. سید جان، به شما شاعران سیاه قطعا نوع زندگیتون با ما آدما متفاوته، به خاطر انتخابی که خودتون انتخابی جدید و توی طبیعت که زندگی می‌کنید قطعا شرایط زندگیتون متفاوت‌تر از ماست. ولی حالا از نوع خوابتون، استحمامتون، نظافتتون و کل شرایطتون بگیسیم. می‌خواستم راجع به این بپرسم که یکم راجع به این حرف بزنید خودتون. ارزم به حضور شما که این الان تفاوت زیاد شده. در دوران‌های به اصطلاح قدیمی‌تر، قبل از پیدایش صنعت و پیدایش به اصطلاح الکترونیک و تلویزیون، رادیو، الان هم که دیگه گوشی و فضای مجازی، یه مقدار فاصله‌های این دو نوع زندگی رو بیشتر کرد. بله. در قدیم‌تر این فاصله ها کمتر بوده، مردم اکثرا تو جنگل زندگی میکردن، اکثرا با داروهای گیاهی خودشون رو استحمام و خودشون رو درمان میکردن. چیزی به عنوان پزشکی صنعتی ما نداشتیم در قدیم، کلاً سنتی بود. مردم همه داروهای گیاهی رو میشناختن، با داروهای گیاهی خونه و منزل رو ضدعفونی میکردن. رسوشونشون با سد و برگای درختان بود. کلاً بیشتر از طبیعت استفاده میشده. الانه که تو آپارتمان متاسفانه باید توی در صورت از این آسمان خراش‌ها 1000 نفر اون تو باشند و از انرژی هسته‌ای و انرژی آفتاب و بچه‌شی و چی خودشون رو متاسفانه به سگوار مخجور کردن. در قدیم این رو سطح زندگی کاملا رواج داشته، فاصله آنچنان نموده به این افراد و افراد دیگه. منتها مثلا نوشتنه که اینها را از دست دیگه مجزا میکرده. مردم عادی در طی معیشت خودشون به کشاورزی، دامداری، ماهیگیری و شغلایی که کنه قانونی اصولا انجام میدادند و معیشت رو از این طریق تغییر میشد. این افراد با این ملت زندگی میکردن، خدا که نوشتن رو ویژه خودشون قرار میدادن، برای نسل‌های آینده راهکار میدادن که آقا این مسیر ما رفتی اینجوری میگه، شما دارید میرید، امیدواریم که راه بد ما رو نرید، انشاءالله راه بهتر ما رو برید، یا راه بهتری که وجود هست. میاد راهکار میدیم و زندگی و که در تصمیم گیری‌های بعدی زندگیشون اگر لحاظ بشه، لطفی به حال ما میشه. خداوند برای ما در صدوش بود تعیین کرده و به ما میرسه. امیدواریم که بر صورت نسل‌های آینده بتونن از این کار ما بهره ببرن انشاءالله. امیدوارم. به شما آخرین شاعری که قبل از خودتون شاعر سیاه بوده رو میشناسید یا پیدا کردید؟ در طول تاریخ ادبیات فارس حضرت حافظ رو ما داریم که قله شعر جهان، بر صورت لسان الغیب این قله رو فتح کرده. که این دور زمانه تنها کسی که فعلا کار رو تا آخر تونسته انجام بده فعلا ما. سید، شما کجا توی طبیعت می‌خوابید، درسته؟ بله، کجا؟ هر جا که ببینیم برای اتراق زدن زیر یه درختی رو چیزی حدود 2 متر ما صافش میکنیم
دیگه خلوتی باشه که بتونیم این ارتباط رو برقرار کنیم. دیگه اونجا میمون، خودمون رو نمیدونیم کجاست. بله. شب میریم تو طبیعت، جایی که اصولا افراد کم باشن و بتونیم این ارتباط رو برقرار کنیم. هر جای طبیعت ایران و جهان که باشه ما لذتی میبریم. بعد برای نظافت و حمام و اینا چی کار می‌کنید؟ با داروهای گیاهی خودمون رو ضد عفونی تمام لباس‌ها و وسایلی رو که داریم با وسایل ضد عفونی طبیعی و چون تو این دوره هستیم با مشروب با به اصطلاح صنعتیش هم همیشه همراه ما هست. با سعی میکنیم میگیم که آقا پیشگیری بهتر از درمان. بله. و کرونا اینو میخواسته به طور خاصی به انسان ها برسونه که آقا خودشون رو ضد عفونی کنید. بله. بهتر از شستشو میشه. ما همه وسایل خودمون رو توسط اینجور و وسایل دیگه که دست برای استفاده در روز از اینا استفاده میکنیم و استعمالمون هم اکثرا با یونیکه. ایشان چند سال خونه رو کشف کردی؟ والا سال 104 من خونهش یادم میاد. 64. 104 خب از 64 دیگه ببخشید من جلو قابل شما. ولی از 64 دیانگردی رو شروع کردی. والا 104 رفتم یه سال مشاهد موندم. از بله 64 رفتم یه سال مشاهد موندم. نگیره خب ارزم به حضور شما بعداً اومدم رنج کارامو انجام دادم و رفتم برای خارج از ایران. چند سال خارج از ایران بودی؟ والا رفتم به آلمان 9 سال اونجا بودم. 65 از ایران رفتم 74 برگشتم. آلمان هم طبیعت گردونایی کردی؟ 4 سال یه مجموعه شعر 126 صفحه‌ای که مجموعه اول به اصطلاح شعرهای منه تو کوههای آلمان و اروپا سروده شده. سال 74 که برگشتم ایران دیگه اون تا الان شده 1000 صفحه‌ای. سالی که به اصطلاح 126 صفحه الان شده 1126 صفحه. خدا را نمالی. خدا را. چه سالی برگشتی ایران؟ 74 بعد از 74 دیگه شروع کردی یه سال تو رشت با پدر مادر اون موقع در حیات بودن. بله. تو خونه پدری با پدر مادر یک سال تو رشت موندم. بعدا پولا رو برداشتم از سال 75 دیگه رسما ایرانگردی رو شروع کردیم. بفرمایید. از این بدونی. بله. الان دیگه به رشت بر نمیزنی؟ والا آخرین باری که رشت بودم سال 88 بود. به خودم قول دادم داشتم میومدم بیرون بله. تا اینو کتابش نکنم رشت بر نگردم. نه والا. الان وادی من و تو دیوانی خوابی مگر رو جام دادم رو حبی شبی شب رو من تو به سلامت. این چیه؟ والا یه جورایی ما رو به سیدی شاعر متخلص کردن. گفتن که آره اسم انتخاب کن. موقعی که میخواستم سایتی درست کرده بودم تو چابهار بودم بچه ها میخواستم اینو بزنن به اصطلاح یه PDF یک سره درست کنم. گفتن اینجا باید یه تخلصی برای خودت انتخاب کنم. بودیم والا ما هم سید هستیم هم شاعر هستیم. سید شاعر. آره والا. بعد چرا اسم کتابتون یاد خدا گذاشتید؟ دفتر شعر چیه؟ اصلا به حضور شما که یاد خدا کتاب خدا در صورت دستوری که از بالا به من داده شده برای انتقال کتاب. من اونجا به هیچ وجه دارای تصمیم گیری شخصی نبودم. بعضی چیزا هستش که میاد دستور ما انجام میدیم. در به اصطلاح انتخاب ما هیچ گونه نقشی نداره. دستور میدن آقا اینجوری انجام بده، اینجوری رفتار کن و بقیه رو بهت بده. دیگه ما اسم این کتاب رو با کمال میل گذاشتیم یاد خدا کتاب خدا. یاد خدا کتاب خدا. کتاب خدا. اسم کتاب اینجوریه یاد خدا کتاب خدا. 98 یه سال تهران بودم.
بله. و تو شب‌های شعر تهران دعوتی شرکت می‌کردم. یه شب چهارشنبه تو پارک سایی بودیم، عرضم به حضور شما که شاعرها اونجا با هم دیگه دور هم جمع شده بودن دیگه، ما هم راه دادن دیگه، حالا به جورایی چند نفری صدا کردن رفتن پشت تریبون خوندند و بعد یه خانومه رو صدا کردن، اسم یه خانومه رو صدا کردن، خانومه رفت و بالای تریبون گفت که من این شعر رو برای آقای سیاوش خمیشی فرستادم، ایشون خوندن، خیلی هم موفق شده، خودم نمیتونم اجرا کنم. ما یه ذره تعجب کردیم، شعر خودم رو من باید بتونم اجرا کنم، ولی متاسفانه گفت نمیتونم. به هر طریقی این شعر رو خون و دیدیم که شعر مورد علاقه که خاطرات فراوان داریم از این شعر از آقای قمیشی، ولی شاعرش رو نمیشناختیم که ایشون اینو اجرا کردن که اومدن از بغل به اصطلاح برن جایی بشینن، من به پاس احترام براشون بلند شدم. شعری که از خاطرات زندگی منو تشکیل میده، خیلی زیبا و قشنگ سروده شده، شعر نیست، ترانه است. به هر صورت این شاعرش یه خانومه که آقای قمیشی خونده، آقا نیست. از این به بعد این شعر رو گوش کنید ببینید که از کدوم جهت داره، از دید یه مؤنث این شعر رو نگاه کنید باز قشنگتر میشینه. خیلی قشنگه این شعر، اون شعر ترانه. انگار زیر و روی شد واسه دیدن عشقت، همه جونم آرزو شد. خیلی قشنگه. تو نفس کشیدی انگار نفسم برید تو سینه، ابر و باد و من خورشید میگن که عاشقی همین. خیلی قشنگه. من حفظ نیستم، میخونه من باهاش میخونم. شعرهای دیگران یا ترانه ها رو اصولا از قدیم حفظ میکردم، ولی از موقعی که خودم دارم شعر میگم اینا رو باید حفظ کنم، یه ذره در حفظ کردن ترانه ها و شعرهای دیگران یه ذره کم کار شدم. بیشتر شعرهای خودم چون باید حفظ کنم بیشتر به این میپردم، ولی این شعر قابل ارزش هست که آدم حفظش کنه. من خواهم نوشت عشقی که تو دنیایش باشی، اصلا بران آیه های شب ساخته میابم تو را تا زیباترین لحظه هایم باشی. از این قدرت و توانی که مرا در بر تو به بر خواهد گرفت، چگونه هم باید نهراسیدن ز پیدا نکردن، نگریزم ز غمی تا تو مرا پایانش باشی. حریص مانده و خواهم ماند در دیاری چون تو مهربان مرامش باشی. آدم حوا. انشاءالله که کارهایی رو که در این قسمت کوتاه انجام شده مورد پسند بازدید کنندگان قرار بگیره. خیلی از شما ممنونم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. لبود باب ناظم لبود باب من مهمان هاي فلاق راس النبي وهي تفوتي دورك